ابتدای پارچه امامه رو بگیره که میخواد تحت الحنک بشه زیر جیب چندتون میاد یک دور گردن بر میگرده که تحت الحنک بشه. حالا معلوم میشه این گردن احمد آقا کجاست؟ دور اول میخوام بگی که بگی آینه شما میتونید نکن مشته بابا ببینید چیکار میکنه. بگیم پایین‌تر آموز شد. دور اول از بالای گوشه راستتون شروع میشه میاد جلوی سر میاد می گوشه سمت چپ. ولی چون مدل عمامه نجفیه باید ببینید رو گوشه چپ عمامه برگرده. اینایی که میگن مدل رو سر سر میخوره پارچه اگر تو گوشه سمت چپشون گیر بدن پارچه رو عمامه محکم میشه به هیچ وجه سر سر نمیخوره پارچه رو. بعدم نکته داشته باشید این عمامه یه ما گارانتی داره. ببینید محکم میشه تو گوش گیر میکنه. الان این گوش گیر میکنه اومد گیر میکنه. آخر فیلم هم ببینید دور دوم روی همون میاد به خاطری که این جلوی تاج عمامتون قشنگ بشه دور دوم مجددا رو همون میاریم به خاطری که پارچه رو میخوایم تا بزنیم باید به یه گیر بدیم دیگه. کجا بهترین جای برای گیر دادن که دورها از هم دیگه در نیاد؟ از ابتدای جایی که شکسته برای دور دادن پارچه رو با این انگشت نشانه با شست با همین دوتا کار داریم. با این انگشت دیگه کار نداریم. ببینید این میره داخل ولی چون دور اوله روی همون برش میگردیم. ببینید روی هم الان شما یه دور میبینید دو دور نمیبینید یه دور میاد اینجا. حالا به خاطری که پشت عمامتون مرتب باشه دستتون باید 7 تا 8 عمل کنه. یعنی چی؟ یعنی از پشت که میاد بالا به سمت 7 میاد اینجا ایجاد بشه 8. متوجه شدید؟ اینجا ببین از بالا که داره میاد 7 به جلو که میرسه مثل 8 میشکنه. یعنی 8 تون نگاه کنید اینجا مثل 8 میشکنه اینجا 7 میره بالا مثل 8 7 باید بشکنه که 7ش اینجا 8ش هم میره. از پشت 1 سانت نیم سانت میتونید پارچه رو هدایت کنید به سمت پایین‌تر. بعد که اومد اینجا به قول شما مثل موج سوری بعضی طلبات پرسیک رو مادم نگاه کنید دور دوم دوباره انتهای یعنی همون ابتدای شکستگیه. ببین ابتدای شکستگی این میره داخل انگوش ببینید اینجا نگه میده که این قشنگ درگرده. ببینید این درگرده ببینید بعد محکم ببندید دیگه محکم بعد یه دست هم میکشید که چون که اضافه‌ای نداشته باشه دیگه زیاد هم نمیخواد گوشی کنید چنگال داغ کنید و این ترتیباتی علما دور بعدی نگاه کنید به همین نه ببینید اینا همه تو همدیگه باید چی بشه؟ گیر کنه. اگه گیر نکنه چند دور که روی این دورا مثلا این دوری که گیر نکرده دور پنجم ششم اینا رو میارید محکمش میکنید عمامه در میره یا رو سرتون که میذارید یه جایی میرید حالت باز شدن چاک خورد. دوباره همینطور اینو میارید از پشت یه نیم سانت پایین‌تر میارید چه عمامه انقدر صفر شده دیگه اصلا مثلا بازی نمیکنه. همین عجله ندارم خوب نمیبینم بزنم چرا فاصله میده چینا ببینید دوباره دور این وقتی عمامه محکم شد میتونید تحت الحنک از دور گردنتون باشه. چه صورتی باید همون با همون ابتدا که دارید میای 7 تا 8 تون میتونید تنگتر بگیرید. برای انشالله افاسی به شما دیگه یعنی یه عرقچین لازم نباشه با پارچه های 7 متری نمیشه. ببینید اینا رو این به خاطر تنگ بودن عمامه رو سر خیلی از این چینه رو قشنگ تو نمیره.
چون عمامه کیپه. بعد که عمامه رو برمی‌داریم اینو درستش. اتفاقا برخلاف اعتقاد شما من اعتقادم اینه که مو باشه بهتره. مو که باشه عمامه انقدر دیگه به سر نمیچسبه. دست بازی میکنه. آره عمامه تو دور نبود عماما همه آفساید بود بعد نمی سرشون بشینی سر بخوریم میکنم کلا از هم موسیقی چه دختر کمک داره از سرین زده ببینید دور آخر و اما دور آخر قرار دادن دور آخر خیلی مهمه که این سر پارچه رو کجا قرار بدیم بعضی دیگه همین پشت میکنن چون کوتاه دیگه هم زش میکنن پشت سرشون هم قشنگ بهترین مدل اینه که شما اینو سر پارچه رو تو دور آخری که میمونه گمش کنید چجوری؟ بهترین راه نه دید ندارم میگم حتی این میره الان یه دور میتونی بهش بدی بوم باید کنیم به چه نحوی به این شکلی این پارچه الان افزایش میگیریم اینو بعضی ها کوچه‌ها وقتی میگیرن این تحت لنک رو دراز میگیرن دراز میگیرن یا بلند اینو میزون نمی‌کنن در اندازه فابریکش این پارچه انقدر اضافه نمیاد تا اینجا اضافه میاد بخاطر همینجا میکننش این پارچه خراب میشه باشه نه 8 و 30 که آدم مهم نمیبرن 8 الان یه 8 میکنه باز با دور قهمی ما اینجا ختمش میکردیم میگم تو خود این باید گمش کرد دیگه راه داره هر متری باشه شما ببینید من تو خود همون گمش ببینید این الان اومد این دور اینجاست دیگه این پارچه اینجوری ببینید پشت سر قرار میگیره این وقتی با این استحکام داخل این قرار میگیره یه عمامه به هیچ از شد نمیشه حالا باقی اون ترش که میده و موقعی که عمامه رو در میداری خب ببینید این عمامه سر خود سر شما هم که مونداری اگر این کار کنی سر رو نمیده راضی مال من که مون نداره بهتر باید سر رو کنه بیشته ببین یه در اومده بیرون یعنی چی؟ آشرا اموار بر نداری از سرتون عمامه رو وقتی دستی میخوایم تحصیل همه رو درست کنیم باید چون عمامه پیچش این بر بوده باید پارچه رو برداریم عمامه رو رو سرمون میزون قرار بدیم یعنی چی؟ این جای ببین عمامه اینه دیگه این عمامه باید به این نحو وقتی برداشته میشه ببین من خود این عمامه قبول ندارم چون من کار نکردم بیش وقتی داشتم فقط دو بعد که سرعت داشته باشه این عمامه نباید اینقدر کچل باشه باید این برشن به زمین باید پر نده حالا ببینید عمامه رو ببینید الان عمامه رو نداری درست به اندازه‌ای که می‌خوایم سر رو بذاری ببینید اونجا روی گوش بود دیگه الان می‌ذارم الان من می‌خوام عمامه بذارم سر من تو خیابون به این نحو می‌ذارم دیگه این عمامه‌ای که می‌خوام بذارم سر من تو خیابون حالا تحصیل همه تو چینی کشو می‌گیریم نه زیاد از اون بر پشتمون نرسیم تو باری لفتی همین در همین حد خوبه علما چجوری هم باماش نه در همین این میاد به این نه قرار میگیره هم این چاله رو پر میکنه همین که اگر دوست دارید سبک مقام رهبری در درس ناموسیش کنید اگه دوست دارید مدل آقا باشه آقا تحت الحنکاشون رو دور خط میکنن یعنی گرد نمیبندن مثل مرد مثل عوام دیگه اون آقا به عوام
آقا تحت الحنک رو که میارنش اینجا، ببینید روی این دور نگاه، حالا دور عقب ترش مثلا روی دور عقبی ببینید. الان فکر یکی از این در ببینه فکر میکنه این پارچه خودش چیه؟ جزء دورای تاج عمامتون. این اینجوری میای، بعد دوباره انتهای تحت الحنک هم مثل همون برکه سر پارچه رو قایم کردیم این هم قایم میکنیم. ابتدای تحت الحنک کجاست؟ اینجا. انتهاش اینجا. انتهای تحت الحنک من ببینید قرار میگیره، با انگوشتون هدایت میشه میزید تحت الحنک. تا اگه تحت الحنک بلندتر باشه باز بهتر میشه اینجا قایم میشه. حالا این عمامه مورد پسند هم نیست، فردا نگید این آقا یه امامه شما بده مقایسه کنید. این آموزشیه. امامه که سر موها این مثل تیر مشقی میمونه. تیرایی که الکی میزنن که فقط یه چیزی زده باشن. یعنی یه عمامه بستیم که بسته باشه. ببینید عمامه حالا روپا کارهای دیگرش انجام میشه. ببینید گفتم یک ثانیه نیم ثانیه پایین به خاطر این چینش پشت سر. حالا نه تایم داره، خارج از این تایم داره. حد اکثر تایم ها باشه. اون جلساتی که گذاشته میشه در همین نبود دیگه. اونجا با ایشون بس این هم تا یه حد خیلی ابتدایی پشتش تمیز میشه. اینه یکی از دلایلی که ما این عموم زیاد بهش نرسیدیم که خوشگل بشه، خاطر اینکه قرار شد ما اینو ببندیم. آقای حسام چیکار کنه؟ باز کنه خودش ببنده. حالا میشه ما قیافه شما تمام رخ ببینیم، یعنی کجا الان نیم رخی شما واسه دوربین نیم رخی. میشه یه باری ببینیم اسم نه پارچه عموم یه چیزی آقا من اینجا پارچه امامه مشکی یه حسنی که داره، خیلی از چروک‌ها و تاهای اضافی شما به چشمت نمی‌بینید. فقط تاهای درشت رو به چشمت می‌بینید. این ریزا رو شما به چشمت تو مشکی نمی‌بینید. مشکی خیلی زیبا میشه. من مثلا برای دوستان هستن که عربن، سیدم آقای علوی رسول، من برایشون با مشکی می‌بندم، مثلا واقعا زیبا میشه. اینم دیگه عنایت از ضرر رو. اوه خود این ولی شما ببینم ای بابا. ببینید چی شده ببینید. هم می‌خوای نواقصش بگیری؟ نه ببینید این اینجا خالی کن جای گود رفته. این گودیه اینجا شما نگاه کنید، این عمامه اینجاش مورد قبوله. اینجا مورد قبوله. اولا این نخ چروک بوده ما درست کردیم. دوباره نخ کردیم. دوم از این عمامه کثیف بوده. سوم از ما فقط اینجا رو تون بستیم که این شکستن دست چی مرده. من یه نکته این وسط بگم، عروس بلد نیست برقصه زمین کرده. آقا ما یه زحمت دومی هم هست، گربه دستش به گوش نمیرسه میگه پیف 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 پیف. این گرفتیم تا زایگی صف بود. دقیقا همین. این حرفی که شما میگید قبول دارم. آقا زیاد نزدیک نه، فیلم میسوزه. زیاد نزدیک نه، فیلم میسوزه، سر استیاب داره. این حرفی که شما میگید ما قبول داریم. نه گفتم درست مهم نکردم. این حرفی که ما میگیم که شما میگید زایگی صف شما قبول گوش کن. من حرف شما رو قبول دارم. اوه نزدیک الان فیلم میسوزه. نزدیک 100% حرف شما رو من قبول دارم، ولی یه نکته یادتون باشه، اون کسایی که ما براشون عمامه رو بستیم مهمه که راضی باشن. میتونید برید تحقیق کنید جای غیر سریع. یه واژه افسریه، یه خائن توابع افسریه. تبکش فرق میکنه آقا. ایشی هم که الان امام بشه بسید یه تابع افسری هست، پناهنده است، بدبخته. من شدم اما دستم گوشتم روز سرم اون موقع بیاین دنبال من ببینید سریع چه